السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین در بالای قبر درخت شنوندن درست است؟ در داخل قبرستان بله بله، در نه، بالای قبر. در بالای قبر. ممکن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلام خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، دو بند شاخه از شاخه های درختی را شکستند و به دو قبر دو آن شاخه را شناندند. این عمل خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلام بود، برای امت نبود. بعد وقتی که از سبب این کارشان پرسیده شدن، گفتن که انهما لا يعذبان و ما يعذبان فی کبیر، اینها عذاب داده شده ایستادیان، صاحبان این قبر. سبب عذابی که اونها گرفتار عذاب هستند گناهی هست که آدم ها کبیره حساب نمی کنند، بزرگ حساب نمی کنند، پرهیز نمی کنند، بی پروایی می کنند. یکی النمیمه، سخنچینی، حتی در مجلس آدم های صالح هم هست. یعنی فلانی شما رو فلان چی گفتن، فلانی شما رو فلان گفتن، همین خیلی خبرکشی، سخنچینی با نیتی فساد انداختن بین دو گروه یا دو آدم، یعنی با نیتش اعتبار است. برای چی خبر آورد؟ با مقصد جنگ انداختن باشد، بله این خبرچینی هست، سخنچینی. یکی این صاحبان دو قبر سخنچین بود و سخنچینی گناه کبیره هست و بعضی سخنچینی ها به زندان ها، کشتار ها و به جنگ های بین دو کشورها، بین دو قبیله ها برده رسانیدگی است. یعنی آدم هایی که خبرچین هستند، بسیار گناه کلان است، بسیار گناه عظیم است و حقوق آدم ها پایمال میشه. و دویومین صاحب قبر از پیشاب خود را احتیاط نمی کرد. یک معناش این است که یعنی در حضور مردم پیشاب میکرد، عورت خود را نمی پوشید. یا معناش این است که از پیشاب خود را احتیاط نمی کرد، یعنی بگذار پیشاب به لباسهایش یا به بدنش پرد هم پروایی نداشت و پیشاب نجاست است. اگر در لباس یا در بدن باشد نماز بنده درست نمیشود. یعنی صاحبان این دو قبر گرفتار عذاب هستند و اون گناهی که به سببش اینا عذاب داده شده ایستادیان، گناهی که اینقدر مردم بزرگ حساب نمی کردن، بی اهمیتی می کردن، یکی خبرچینی، سخنچینی، دیگری احتیاط نکردن از پیشاب. و من امید میکنم که تا مادامی که همین دون شاخه خشک شدنش از آنها شاید سبک شود. بنابراین علما رحمت الله علیه گفتند که این عمل خاصی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در یگان جا نگفتند که ای مردم بر بالای قبر گذشتگانتون درخت شنونید تا اینکه مادامی که درخت هست برای آنها سبوکی هست گویند. نه، لیکن اگر شما درخت از نام پدرتون شنوندید، مثلا 100 نهال خرما یا زردآلو شنوندید یا انگور، بعد گفتید که حاصل همین باغ به پدرم می رود، حاصلش به کمبغل ها تقسیم میکنیم از نام پدرم، ولی اون ثواب این درخت میرد. لیکن در بالای قبرش درخت شنوندنتان این نادرست است. در قبرستان ها درخت شنوندن منع است از روی شریعت. و نه خیلی که اگر قبرستان حضرت عثمان، قبرستان مدینه منوره که در آنجا از همه بزرگترین صحابه ها حضرت عثمان و اینچنین حضرت فاطمه دختری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و 10,000 صحابه در قبرستان بقیع وجود دارند، قبر آنها را میبینید یگان درخت نیست. و اگر رفت و درخت شنوندن سنت میشد، البته آنها به سنت از ما دیده حریص‌تر است. اینچنین در قبر عمکشان حضرت حمزه رضی الله عنه و ارضاه، بهترین شهدا در احد به شهادت رسیدن. اکثر شما عمره یا حج کردگی هستید و اثنای سفرتان یا امروزا در نوارها هم هست. قبر 70 نفر شهدای احد و سید آنها حضرت حمزه در قبرستان
شهدای احد قرار دارد، در آنها هم درخت نیست و اگر درخت شناندن مشروع میشد، بله البته پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکردند و الله تعالی هم در قرآن فرمان میداد که ای آنهایی که ایمان آوردید به قبر مردگان خود درخت شنانید تا اینکه به آنها فایده رسد. اگر یک آدمی که از دنیا به ایمان گذشته است درختی دنیا را شنانید، برای او فایده نمیکنه. بنابراین قبرستان را به حیات دنیا مانند نکنید. فکر نکنید که اگر در قبرستان درخت شنانیم و سایه باشد و گلها باشد و بویهایش خوش باشد مرده ها از آن راحت میکنند. نه، به مرده ها عملهای صالحی که کردن در حیات طول حیاتش اون فایده میرساند و اون عملهای صالحی که فرزندانشان بعدی وفاتشان از نام آنها اجرا میکنند از خیر و سخاوت و از وقف و از دیگر کارهای خیر مانند کافتن چاه و بینای مسجد و ساختن مدرسه، دیگر عملهایی که مردم از آنها استفاده میبرند، اون ثواب این کارها میرسد. اما درخت شناندن خالی به میت یگان فایده ندارد. الله تعالی اعلم.